من یکمین مرتبه روز عید رمضان 2019 نابالغان را با بهانه عید به خانه برده به آنها مبلغ پولی داده در پوشیده نسبت آنها کارهای ناشایسته کردم. اینچنین دو مرتبه دیگر بعد از این هم برده در پوشیده نسبت آنها کارهای ناشایسته کردم. باز با آنها پول میداده بود است، میگفت است که در خانه ها نگویید، در خانه هاتون با پدر و مادر نگویید. اما من از زبان فرزند خودم شنیدم، بعد به مقامات قانونگذار مراجعه کردم. دخترم با من اومد کارگوی ملا سلیمان رو نقل کرد که ملا سلیمان ما رو اوچه جان فریاد میکنه قد کوچه بیم به خانه ما بریم. میره به خانه ملا با کارگوی ناشایسته دست میزند ملا سلیمان.